سلام، من محمد رضا نوشاد هستم، بازیکن فوتسال. یه چند سالی است که به خاطر دردام و مشکلایی که داشتم و آسیب‌هایی که داشتم به فیزیوتراپی اجاز مراجعه می‌کنم. اینجا بوده که چند روز قبل از مسابقه آسیب می‌بینم، مسابقه مهم و حتما باید بازی می‌کردم و می‌رسیدم و خدا رو شکر با فیزیوتراپی اجاز این اتفاق افتاده و تونستم بازی‌ها رو بازی کنم و تو تایم خیلی کمی که داشتن تونستن به درصد سلامتی بالایی برسونن من. و تشکر میکنم از مجموعه خوب فیزیوتراپی اجاز و خانم ابراهیمی که تو این چند سال این همه زحمت کشیدن و به همه پیشنهاد میکنم که اگه آسیبی دارید از قبل یا آسیب جدید دارید و دنبال یه فیزیوتراپ خیلی خوب میگردید، حتما به این کلینیک مراجعه کنید و حتی اگه دردی هم ندارید پیجشون رو حتما فالو داشته باشید، چون کلی راهکارهای خوب و خفن میذاره و پیشگیری میکنه از آسیبتون.